ترجمه بینوایان ویکتور هوگو را بیرون آوردم. پرسیدم آیا این کتاب را خوانده‌ای؟ لب‌ها را غنچه کرد و گفت از همان اسمش بیزارم. بینوایان هم شد اسم. مردمی هستند گرسنه و برهنه و یک لاقبه و محتاج نان و آب. برای جوانانی مثل من و تو که تازه عروس و دوماد شدند ساخته نشده است و نحوست دارد. گفتم می‌خواهی قصه های ملا نصرالدین را برایت بخوانم؟ شانه بالا انداخت و گفت خیال شوخی داری؟ این قصه ها از کفر ابلیس مشهورتر است. از بس تکرار کردن دیگر نمک و مزه‌ای ندارد و دل آدم را به هم می‌زند. گفتم چطور است فصلی از کتاب روانشناسی را بخوانیم که خودم هم در ترجمه آن به فارسی شرکت داشتم. گفت روانشناسی برای بیمارها و دیوانه‌ها نوشته شده است و به درد آنها می‌خورد و خدا رو شکر هر عیب و نقصی که من داشته باشم نه مریضم و نه دیوانه. توی دلم گفتم گوش شیطان کر و پرسیدم آیا می‌خوای چند صفحه از کمدی الهی برایت بخوانم؟ گفت کمدی یعنی چیز خنده‌دار. اما مگر چیز خنده‌دار خدایی و شیطانی دارد؟ این دیگر چه داستانی است؟ می‌ترسم گناه داشته باشد. گفتم از شاعر بزرگ ایتالیایی و از شاهکارهای ادبی دنیا به شمار می‌رود. با خنده استهزاآمیزی گفت خودمان یک دوره تسبیح کامل شاعر و شاهکار داریم. چرا باید وقت عزیزمان را صرف شاعری بیگانه کنیم؟ گفتم چطور است چند صفحه از تاریخ بیهقی برایت بخوانم. صدای قاهقاه خنده‌اش بلند گردید و گفت اسمش را مبر که نه زبانش را میفهمم نه از خونریزی‌های محمود و مسعود خوشم میآید. داستان به دار آویختن حسنک تنم را میلرزاند. گفتم آیا میخوایی یک دو غزل از دیوان حافظ برایت بخوانم؟ گفت ای بابا حافظ برای فال گرفتن است. به درد مجلس آرایی و وقت گذراندن نمیخورد. اسمش را هم مبر. پرسیدم پس دلت چه نوع کتابی میخواهد؟ گفت آخر سرمان را بخورد. ما عروس و دامادیم. چرا یک کتاب عشقی نباید بخوانیم؟ گفتم جان دلم عشق باید در زندگی باشد نه در کتاب. آیا دلت میخواهد 7 گنبد نظامی و داستان عشق‌بازی‌های رنگارنگ بهرام را برایت بخوانم؟ گفت چه خواندن دارد؟ این پادشاه نامدار هر شب از 7 شب هفته را با دختری از دخترهای سرخ و سبز و آبی و رنگ‌های دیگر به عیش و عشرت سرگرم است و تکرار مکررات است و صبح هم یکی را پس از دیگری ول می‌کند و به خدا می‌سپارد. این قماش عشق‌بازی‌ها هیچ رنجی به دلم نمی‌زند. باز پرسیدم چه قماش کتاب و داستانی دوست می‌داری؟ گفت شنیدم یک نویسنده انگلیسی که اسمش را فراموش کردم و همه میشناسند رمانی نوشته درباره عشق‌بازی یک زن اعیانی با باغبان شوهرش و میگویند خیلی نقل دارد و بسیار خواندنی است.